با برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم. سلام. امروز دوشنبه 29 ایول است. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. در پی بررسی مسئله مرز، پرزیدنت ها در چولپان آتا از موقع یگانه تاجیکستان و قرقیزستان در استفاده آب گفتند. به موقع سازنده تاجیکستان که توجه اهل عالم را به مسئله های استفاده عاقلانه آب جلب می کند، بهای بلند می دهید. آسیه 6 ساله پس از 40 روزی معالجه در شفاخانه دوباره به پا خست. آسیه خودش میشیند، حاضر نصیب باشد. ما نیت راه گردون کردن آسیه داریم. بلاگران میگویند با واکنش تند آماده بودند، اما انتظار نداشتند که در نسبتشان پرونده جنایتی باز می شود. برنامه را با خبرهای تاجیکستان آغاز میکنیم. محمد جان اولوخوجایف، سخنگوی سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان، رسما به جرم فاش کردن معلومات سری عیبدار شد. پرونده جنایتی در نسبت او از دادستانی کل به هیئت مشاوره حربی دادگاه عالی ارسال شده است. قرار است بررسی این پرونده امروز 29 ایول آغاز شود. تفتیشات اولوخوجایف را به ماده خیانت به وطن عیبدار می‌کند و پرونده او مهری مخفی گرفته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد. هیئت مشاوره حربی دادگاه عالی تاجیکستان امروز با بررسی پرونده جنایی سابق سردار دفتر مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان آغاز می‌کند. امروز از دادگاه عالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که این پرونده مخفی است و درباره جزئیات آن خبری بیشتر داده نمی شود. پرونده جنایی محمد جان اولوخوجایف را در ماه اپریل سال روان مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان و کمیته امنیت ملی مشترکاً مورد تحقیق قرار داده بودند. اولوخوجایف با این عیبدار می شود که معلومات مربوط به سری دولتی را به سازمان‌های خارجی داده است. در صورت اثبات شدن این اتهام به محمد جان اولوخوجایف از 15 تا 25 سال حبس تهدید می کند. گفته می شود او روز 10 اپریل بازداشت شده بود. زیبا اولوخوجایف و مادر محمد جان اولوخوجایف گفته بود که مقامات روز 16 اپریل سال روان منزل پسرش را کافتکوب کردند. این در حالی است که مقامات از بازداشت محمد جان اولوخوجایف سبب‌های آن و کافتکوب منزل او رسما خبری نشر نکردند. مادر محمد جان اولوخوجایف قبلا گفته بود که برای پسرش وکیل دفاع گرفته است. محمد جان اولوخوجایف به قبل همکاران سابقش 36 سال داشته رشته فیزیکی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان را ختم کرده است. در گذشته در آژانسی ازپلوس و بعدا در وزارت دفاع تاجیکستان به حیث یک کارمند تکنیکی دفتر مطبوعات کار کرده است. امروز در صحبت با ما میرم اولوخوجایف همسر محمد جان صحبت کرد و خواهش نمود که هنگام بررسی پرونده همسرش مقامات دادگاهی عادلانه و منصفانه کار بگیرند و همچنین به تاکید کرد که شوهر او هنگامی که در وظیفه سردار دفتر مطبوعات قشون‌های سرحدی بود از روی وجدان و صافدلانه کار و خدمت می‌کرده است. اما در حال حاضر امروز نخستین پرونده او آغاز می‌شود. بنابراین که پرونده مهر مخفی زده شده است، درباره جزئیات آن، درباره اینکه چند و چونی این پرونده به ما اطلاع داده نشده است. دیدار امام علی رحمان و سوارانبای جینبکوف در پایان هفته گذشته در موضع واروخ اسفره در هر دو کشور تاریخی عنوان شد. مذاکراتی که در اسفره آغاز شد با رهبری دو رئیس جمهور در قرقیزستان ادامه یافت. طبق ارزیابی‌های پیشکی که از قرقیزستان به ما رسید، مذاکرات سازنده گفته می شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خرامان بقازاده. سفر پرزیدنت امام علی رحمان به قرقیزستان 3 روز ادامه کرد و یکشنبه 28 ایول انجام یافت. امام علی رحمان روز 26 ایول پس از انجام بخش اول مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در اسفره با دعوت همتای خویش به قرقیزستان رفت. از این پیشتر روز 26 ایول در اسفره در تالار مجمع اوریون رهبران دو کشور دیدار و گفتگو کردند. جانب‌ها و هیئت‌های دو کشور در شهرک چولپان-آتای قرقیزستان مذاکرات را ادامه دادند. پرزیدنت قرقیزستان گفت که دیدار و گفتگوهای رهبران دو کشور با اشتراک ساکنان دهات مرزی و حکومت‌های محلی برپا شده به حل مشکل مرز و دیگر مسائل حل طلب کمک خواهد کرد. ما مسئله های منطقوی و بین المللی را
بحث کردیم. در مسئله مربوط به استفاده آب منطقه تبادل افکار نمودیم. در این مسئله ما به موقع سازنده تاجیکستان که توجه اهل عالم را به مسئله های استفاده عاقلانه آب جلب می کند بهای بلند می دهیم. در ملاقات پرزیدنتان دو کشور ذکر شد که جانب‌ها با احترام یکدیگر مسئله معین و علامتگذاری مرز را ادامه می‌دهند. پرزیدنت ها نظر جانب ها در مورد تنظیم حقوقی دلیمیتاسیون مرز را بررسی کردند. این اصول کلیدی مذاکرات دلیمیتاسیون مرز خواهد بود. این چاره‌بینی 2 روز این جانب ادامه دارد. برای اولین بار راهبران تاجیکستان و قرقیزستان در منطقه مرزی با مردم واخورده مشکلات مرزی را بررسی کردند. Данное мероприятие, которое проводится сторонами в течение уже 2 дней, оно является уникальным. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر طول دارد که تاکنون فقط 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. این وضع نامعین بارها باعث جنجال ساکنان دو طرف مرز شده است. مناقشه بین ساکنان جماعت واروخ در اسفره و دهه اقصای قرقیزستان به زد و خورد کشید. در نتیجه یک شهروند تاجیکستان کشته و 20 نفر از دو طرف مجروح شدند. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت‌های باقی مانده مرز منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامتگذاری مرزهایشان دیگر 1 کیلومتر پیش نرفتند. اوسیا زولفانوای 6 ساله ساکن دوشنبه که چند نورست او را آتش زدند و قسمت‌های از بدنش سوخته بود، در یکی از شفاخانه‌های پایتخت دوباره به پا خیست. شادی والدان که در آغاز امید شفا یافتن جگربندشان را از دست داده بودند بیکنار است. روز 29 ایول خبرنگاران رادیوی آزادی نیز به عیادت اوسیا به شفاخانه بیماری‌های سوختگی دوشنبه رفته این گزارش را تهیه کردند. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر. روز 29 ایول اوسیا زولفانووا بعد از 40 روز طبابت خبرنگاران رادیوی آزادی را با تبسم پیشواز گرفت. اوسیا 6 ساله از جانب 3 نورست در حدود باغ ملی آتش زده شد که 65% بدنش سوخته بود. اوسیا زولفانووا بعد 40 روز به پا خیست. والدان این کودک میگویند امیدشان برای صحت شدن اوسیا از نو بیدار می شود. دیگه امید هم نداشتیم، باوری هم نداشتیم. من وقتی که چخیل میبینید حتی روز کردن دختر رو با پا روز کردن ایستاد. خیلی شکر ساز. روز 19 ایون که اوسیا را در حالت بیهوشی به بیمارخانه آوردند، طبیبان در 65% بدن او آثار سوختار را به قید گرفتند. قضیه آتش زدن اوسیا خردسال بسیاری ها را در تاجیکستان تکان زده کرد. اوسیا 7 جراحی را پس سر کرد و حالا به گفته طبیبان وضعش خوب می باشد. وضع سلامتی اوسیا معتدل است. خدا با شکر رو به بهبودی است. اوسیا خودش میشیند. حاضر نصیب باشد ما نیت راه گردون کردن اوسیا داریم. مشق کردیم. خطرهای جدی که با سلامتیش یگان خطر داشت انشالله پس سر کردیم. خودی رئیس جمهور امامعلی رحمان از آتش زدن اوسیا نگرانی کرد. برای طبابت اوسیا یک جراح مشهور آلمانی دعوت شده بود. طبیبان میگویند اوسیا اکنون با کمک روانی احتیاج دارد. ما امروز به نهایت خرسند هستیم که اوسیا جان ما شفا یافته ایستاده است. با دستگیری دکتران در آینده کوشش کردیم که باز هم از طرف فاند دستگیری کرده شود و نصیب باشد از همین روز عبارت سر کرده با روانشناس همکاری میکنیم کار میکنیم تا با اوسیا صحبت کنند. مقامات 3 نورسی از 9 تا 13 ساله را در آتش زدن اوسیا متهم میکنند و تحقیق قضیه از سوی دادستان ناحیه سینا ادامه دارد. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه. بلاگر و مؤلف نوار جنجال برانگیز زنان تنفروش در دوشنبه میگوید به خاطر نشان دادن مشکلات و فاش کردن این پدیده اجتماعی این موضوع را روی نوار آورد.
مقامات آنها را به غیرقانونی پهن کردن معلومات شخصی ایبدار میکنند، اما بلاگران عمل خود را جنایت نمیدانند. در صحبت با رادیو آزادی مؤلف نوار گفت حاضر است جریمه پیش بینی کرده این ماده کودکس جنایتی را سپارد، اما خود را به هیچ وجه جنایتکار نمی‌حسابد. همکارم زرانگیز نوروز شاه از رستم اشرف درباره جزئیات این ماجرا سوال کرد. می‌دونستیم که پاپولارنس پیدا می‌کنیم و بسیار چیزا می‌دونستیم و می‌دونستیم که может быть فرود میکنن، سوال جواب میکنن. این رو همه را میدونستیم، نه که تا این درجه نه، یعنی که همون پستو همون ماتیوی که در آخر ویدیو گفتیم هوایی بود، این در ویدیو نگفته، اگه چیزا حاضر در اینجا گفته استم و ما از این گپم کردی خدمت که به عیب حساب نکرده استم، یعنی که ما را پرونده جنایی چی کرده ما همه را با گردن گرفتیم و گفتیم که خیلی ها، لیکن از خاطری که ما رشوتی ساز نگرفتیم. در ادامه زرانگیز از او پرسید که احتمال بسیاری ها را آن به غضب آورد که آن شما برای پول و شهرت یافتن به این موضوع دست زدید. درست است؟ اپا بسیاری خیال میکنن که ما از همین نوار مثال خواستیم پول کار کنیم یا که یکم پاپولارنس پیدا کنیم. ما میدونستیم که پاپولار نمیشیم، لیکن یک هفته پیش از همین نوار من یک ویدیو دیگه پارتوفتم و هم 600,000 پراسموتر دارم، یعنی که من اوجه پاپولار نبودم در یوتیوب ده. این ویدیو کتی ها کانتر دیگه با پاپولار شدیم، لیکن مقصد پاپولار شدن یا که پول کار کردن نبود. باور کنین اپا، باور کنین ما یک آدمایی هستیم که اگر گرچند یک خطایی هم کرده باشیم ما عقل داریم. ما این نوار را گرفتیم، سیامکه کردیم، монтаж کردیم و پیش از پارتوفتن دسته اولاد میدی که شدیم ما گفتیم که گوش کنیم بچه ما انتظارش میکشیم، ما انتظارم جای پول کار کنیش میکشیم برای که ما این ویدیو کتی نه پاپولار نشدنیم نه پول کار کردنیم. از همین خاطر ما انتظارش میکشیم برای که این ویدیو این نوار کم ترک باید ما تأثیری ارائه کنیم آدم. بینندگان عزیز، شکل کامل این گزارش را با نظر جانب‌ها و بهای حقوقشناس در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و سامانه www.azadi.org می توانید ببینید. در هندوستان حادثه رخ داد که دکتران و روانشناسان را در حیرت گذاشت. اسباب شعاع‌افکن در معده زن پارچه فلز را کشف کرد. تنها پس از عملیات جراحی آشکار شد که در معده این زن نه فلز عادی بلکه 1.5 کیلو جواهرات نهفته است. آرزوی کریم موضوع را ادامه می‌دهد. هفته گذشته در ولایت بنگال شرقی طبیبان هندی از معده یک زن 49 ساله نزدیک به 1.5 کیلوگرم جواهرات را بیرون کشیدند. او عکس رنگینی را با خود آورده بود. ما دیدیم که در معده این زن اشیاء فلزی جای داده شده است. این اشیا خیلی وزنین بوده، معده را پایین آورده بود. طبیبان از معده این زن چند گردنبند، حلقه، دستپانه و بازبند و 90 تنگه مختلفی هندی را خارج کردند. با گفته طبیبان حال روانی این زن خوب نبوده است و در دوام 2 ماه اخیر او زیر معالجه طبیبان قرار داشته است. چند پیش این زن به شفاخانه بیبنوم ولایت بنگال شرقی انتقال یافته، عملیات جراحیش نیز همانجا صورت گرفته است. ده‌ها زندانیان افغان که سالها باز در پشت پنجره زندان در تاجیکستان بودند امروز برای ادامه ادای حکم به افغانستان انتقال داده شدند. سید معصوم سید بخش نماینده سفارت افغانستان در شهر دوشنبه که در جریان سپردن محبوسان به دست مقامات همسایه کشور حضور داشت، روز 28 ایول به رادیو آزادی گفت که 80 محبوس را نصف روزی در گذرگاه 5 پایان به دست مقامات افغانستان سپردند. با گفته دیپلمات افغان، تعداد از شهروندان افغانستان که پرونده‌هایشان در دادگاه‌های تاجیکستان بررسی می‌شود در بازداشتگاه‌ها ماندند و بعد پایان یافتن مقررات دادگاهی ممکن است آنها را نیز به افغانستان بسپارند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. خداحافظ.